سلام به همه شما عزیزان، به کانال من خوش اومدین. امروز میخوایم با هم چالش شطرنج سلطنتی رو بزنیم. من ترکیبای زیادی رو امتحان کردم. من 3-4 تا اکانت دارم که با اونا خیلی تمرین کردم. یه ترکیبی به دست آوردم، حالا خیلی بد نیست. کلا این چالش اینجوریه که خیلی نمیتونی روش حساب بکنی رو ترکیبه، چون بستگی داره که چه کارتایی دستت باشه و حریفت چه کارتایی رو آورده باشه. یه ترکیب خیلی 100% نمیشه براش پیدا کرد. حالا ترکیبی که من آوردم اینه: 3 تا کارتی که ما حتما باید تو این چالش داشته باشیم. یکی تیره، یکی فایربال، یکی هم آینه است. این 3 تا باید حتما باشه. من مادرویچ آوردم برای نیروهای ریزش که تبدیل کنه به خوک و یه ذره مشکل ساز بشه برای حریف. ویچ هم آوردم و گابلین گنگ آوردم. کنون کارت آوردم چون کنون کارت که خودش میزنه باز وای میسه، خودش تبدیل میشه به یه دونه نیرویی که هوگ و این چیزا رو میتونه جمع بکنه و تبدیل به ساختمون میشه به عبارتی. و پکارم آوردم چون خیلی اون اوایل که من توی 2 تا ویدیو قبلیم یه ترکیب دیگه معرفی کردم، خیلی پلیرها آشنا نشده بودن با این چالش و ترکیب‌های مختلف می آوردن، پکا نمیخواست. اما الان دیگه همه رویال جاینت و جاینت الکتریک و نمیدونم مگانایت و اینا میارند که مجبوری پکا بیاریم برای دفاع این ترکیبا. حالا بریم یه اتک رو بزنیم. توی اتک بهتون میگم که یا توی مچ بهتون میگم که حالا چجوری بازی کنیم. حالا خوب سایکلمون اگه فایروال آینه داشته باشه خیلی بهتره، همین اول که نداره. فعلا یه دونه گابلین گنگ میریم. خب اون فایروالش رو زد. آره سایکلمون خیلی بهتره. فقط دوستان سعی کنین ویچا رو اصلا کنار هم نندازین، چون فایروال میزنه و خلاصه جفتشون از بین میرن. خب حالا ما فایروالمون رو بزنیم. اوایلش تا این تاورای دفاعیشو نزدین خیلی نترسین، دفاع خیلی مهم نیست. مهم اینه که فقط دستمون بچرخه و این تاوراشو بزنیم دیگه. بعد از اون تازه بازی شروع میشه. نیرومون همینجوری میریزیم الا بختکی به قولی. یه دونه مادرویچ. خب حالا میریم برای تاوراش. ببین اون کنون کارت که میمیره خودش تبدیل میشه به یه دونه بیلدینگ، خیلی موثره. یه دونه ویچ از سمت راست. خب ترکیبش یه جوری که از همین الان بهتون میگم که این بازی رو باخته، مگر اینکه دیگه من خیلی بد بازی کنم. خب تا نیرو خاصی نداره ما 2 تا دیگه میزنیم رو تاورش. یه دونه گابلین گنگ از وسط برای فونیکس و والکری. یه دونه ویچ از سمت چپ. یه دونه کنون کارت از وسط. نباید بذاریم این ریدراش برسن به تاور. خب ما میریم حالا حمله کنیم. دوباره 2 تا میزنیم رو تاور. البته یکی بسته چون جلو نیرو داره. هم دیگه میبینید ما بیشتر دمیج زدیم به تاوراش.
میریزیم همینطوری. یه دونه بیچ اینجا، یه دونه پکا وسط برای بالکری. خب ببین الان نیرو نداره، دوباره میتونیم رو تاورش خالی کنیم. پکا برس پکا برس پکا نه. یه دونه کنون وسط. دیگه ببینید باید یه جوری بازی کنین که نیروها رو جوری بریزین که هم بتونین دفاع کنین هم بتونین حمله کنین، یه جا نندازین و هم در اینی که دفاع میکنین بتونین حمله هم بکنین. دوباره میزنیم رو تاور. یه پکای دیگه میرم که نیروهاشو سرگرم کنم اونجا. خب بدون دمیج هوگیشو دفاع کردیم. دوباره فایروال، یه فایروال دیگه. تمام. اولا بهتون گفتم این مچو میبازه، چون نیروهایی که آورده بود خیلی جالب نبود. حالا من یه مچم قبل از این زده بودم که اونم برنده شدم، دومیش بود. یه دونه دیگه هم بزنیم، فعلا 7 دقیقه شده ویدیو، چون اگه بخوام تا آخر بزنم این ویدیو خیلی طولانی میشه. 2-3 تا میزنیم که فقط دستمون بیاد. بازم فایروالمون نیست و بازم اون زدیم. با دفعه قبلم با وجود که اون تاور ما رو اول زد، جفت تاور ما رو دو طرف رو زد، ولی ما بازی رو برنده شدیم. یه دونه تیر برای این، یه دونه کنون کارت وسط. هم مشکله ما فقط این دراگوناشه، اینا خیلی اذیت میکنن. این دمیج دسته‌ای میزنه. اون تاورش هم بزنیم تا فعلا. خب یعنی اینجا به بعد بازی شروع میشه. اصلا نترسین، اولش ممکنه خیلی یه دفعه فکر کنین نیرو زیادی اومد ولی دفاع میشه. اینجا دیگه الان داره فایروالش هی سایکل میکنه و میزنه رو تاور، ما باید حمله کنیم، هیچ راهی نداریم. یه دونه بیچیم بر کارمون جلو این سخته. این سایکل زودتر رسیده بود و این الکترو دراگون هم داره که دمیج دسته میزنه و حسابی اذیت میشیم. خب خوبه، داره خوک درست میکنه و به نفع ماست. آخ بد دادم تیرو. فایروال. این پکار اصلا نباید بندازیم، فقط پکا برای مگانایتش، چون الکی 7 تا اکسیر عقب میفتیم.
دونه گنگ ولی دارک گوبلین، یه دونه کنونکار رو وسط. این دیگه تیر میخواد. دوتا فایروال میزنیم، هیچ نیرو وسط نیست. یه دونه گابلین گنگ، یه دونه ویچین بر، کنونکار تا وسط. فکر کنم ول کرده. آره گفتم اولش ممکنه خیلی ترسناک بشه، ولی به مرور که جلو میرین بازم میتونید خیلی راحت مچا رو برنده بشید. این ترکیب خوبیه، میگم 90% برد داره، ولی خب یه جایی این ترکیب مقابلم عین شماست، میروره، خیلی نمیتونین سایکلتون رو خوب بچرخونین، به خاطر همین ممکنه ببازین. یه دونه دیگه هم بزنیم. آره فعلا 11 دقیقه شده ویدیو، این آخریه. بازم متاسفانه فایروال به ما نداد. یه دونه کنون کارت برای کارتاش. خب الان دیگه هست فایروال. احتمال میدم که اصلا فایروال آینه نیاورده و اگه اینطوری باشه خیلی راحت میبازه که نه آورده، چون میگم این 3 تا کارت رو باید حتما داشته باشیم. برای این اینفرنو دراگونش باید فقط ویچ خرج کنی که سرگرم بشه و نتونه دمیج خیلی زیادی به ما بزنه. خب تاورای سمت چپش هم بزنیم، این راست اونو چپ ما. خب دیگه الان باید بازی رو شروع کنیم. یه دونه کنون کارت برای این، یه دونه ویچ، یه دونه گابلین چپ، یه دونه مادر ویچ راست. میگم نیروها رو خیلی نزدیک هم نزنین چون با فایروال اذیت میکنه. اینم فکر کنم ول کرده. یه دونه ویچ وسط میریم. اگه ول کرده باشه که دیگه پکار میندازم. این نیرو سنگینمونو میگم فقط برای دفاع از نیروهای سنگین حریفمون باید بندازیم، اگه اصلا نیازی نیست. خب یه کارش تموم، بازی رو ول کرده و اینم از این مچ. امیدوارم که ویدیو مفیدی بوده باشه براتون. ممنون میشم اگه کانال رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون هم معرفی کنید. ویدیو رو هم لایک کنید. من تازه شروع کردم و خیلی هم حالا حرفه‌ای نیستم تو بازی، ولی خب همه که نباید حرفه‌ای و به قول معروف پرو پلیر باشن. منم اومدم یه ویدیویی میسازم که مثل همه 90% کسایی که بازی میکنن یه بازی معمولی، تا اونجایی که بتونم توی ترکیب و توی ویدیو هم سعی میکنم که ویدیو هم مفید باشه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. دوستان یه نکته هم میگم، ویدیو قبل منو لینکش هم براتون بالا میذارم، حتما ببینید. 1,750,000 تا گلد رایگان بدون هیچ مشکلی میتونید برای خودتون به دست بیارید. توضیحاتش تو ویدیو قبلی هست، حتما ببینید و امیدوارم به دردتون بخوره. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.